تلگرام کانال ماش نموی که خبر داد که نفر متهم به قتل بیرحمانه تکسیران توجیک امامعلی دولتوف را در یک ولایت دیگر روسیه دستگیر کردند. بنا به اطلاع این کانال نفر دستگیر شده 18 سال داشته نیز شهروند تاجیکستان است. جسد امامعلی دولتوف تکسیران 26 ساله از تاجیکستان را شب 23 و 24 ینور با گلوی بریده در داخل ماشین تمغه فولکسواگن پولو در نشیبه پاندوس فرودگاه پولکوی شهر سنت پتربورگ روسیه پیدا کردند. ماش نموی که خبر داد که اون روز نس امامعلی از واسیلیوسک استراف دو مسافر را تا فرودگاه گرفته از آنها اجازت پرسیده است تا یک رفیقش را هم تا پولکوی برد و آنها همراه تا فرودگاه رفتند. در پولکوی آن دو مسافر فرآمدند و امامعلی با رفیقش در داخل ماشین ماندند. بین او و دوستش چه گذشت کسی نمیداند، ولی جسد تکسیران را بعد چندین ساعت با گلوی بریده از درون ماشین یافتند. قاتل وسیله کشتار کارد را هم در داخل ماشین پرتافته رفته بود. قاتل دوستش را کشته خود سر چنبر ماشین نشسته و آن را به جای کنارتر و دورتر از درآمدگاه راند. خبر داد تلگرام کانال ماش نموی که این جوان 18 ساله را که از پتربورگ فرار کرد در یک ولایت دیگر روسیه پیدا کردند. یکی از دوستان امامعلی دولتوف به پایگاه خبری بامداد نقل کرد که مرحوم از دهه چهارباغ جماعت سیمیگنج شهر وحدت بود. پدرشان از مادر آنها بر وقت جدا شد و امامعلی و یک برادرش را مادر آنها تنها به وی رساند. امامعلی دانشگاه آموزگاری را ختم کرده در مکتب دهه شادمانقلعه از فن انفرماتیک و تکنولوژی نو درس میداد. از بس که معاش معلمی به زندگیش نمی رسید، امامعلی در وقت تعطیل تابستانه به روسیه می رفت و تکسیرانی می کرد. اما این دفعه او در نیمه سال تحصیل مکتب را پرتافته در عرفه سال نو به روسیه آمد، چون که به علت کمی معاش احسم قرضدار شده بود و از طرف دیگر هم مادرش مری شده بود و هم همسرش حامله شده بود و آمادگی به تولد نخست فرزند مبلغ بیشتر طلب میکرد. این همه امامعلی را مجبور کرد که مکتب را پرتافته همسر حامله‌اش را پیش مادر مریضش بگذارد و باز به روسیه بیاید. ولی متاسفانه آن سفر به فرودگاه سفر آخرین او شد و او روی فرزند نخستینش را نادیده از دنیا رفت. نقل کرد دوستش در صحبت با بامداد. برادر یگانه امامعلی نیز در مهاجرت کاری در روسیه بوده است. جسد امامعلی را در کرسی راننده پیدا کردند. ماشین به یکی از شرکت‌های تاکسی پتربورگ تعلق داشت. کمیته تفتیشات روسیه در رابطه با این قضیه بر اساس قسم یکم ماده 105 کودکس جنایتی روسیه با اتهام آدمکشی پرونده جنایتی گشوده است. هر سال بیش از 1 میلیون نفر یا تقریبا نصف اهالی قابل کار تاجیکستان با مقصد تأمین روزگار خانواده‌های خود به روسیه به مردکاری می‌روند و هر سال در روسیه بیش از 1000 نفر از مهاجران تاجیک به علت‌های گوناگون ترک این دنیا می‌کنند. صدمه‌های نقلیاتی در برابر فلاکت‌ها در جای کار و جای زیست یکی از علت‌های عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه به شمار می‌رود، ولی هر سال ده‌ها نفر از زادگان تاجیکستان در روسیه قربان مرگ مجبوری یعنی کشتار هم می‌شوند.